امروز 25 اکتبر است و از دفتر مرکزی رادیو زودی برنامه خبری پیشنهاد شما می شود. شعله خوجه هستم. سلام. نخست نگاهی می اندازیم به سرخط موضوعهای برنامه. گران شدن گندم قزاقستان نرخ ارد را در تاجیکستان بالا برد. ساکنان میگویند قیمتی ارد به جیب آنها ضربه ایلوگی است. یک باره قیمت شده رفت 150 سوم باشد، این 30 سومی هم 60 سومون، این 60 سومون با یک چیز دیگر میگیری، یک روغن میگیری. مثال ما پاسخ دادن می توانیم. ولادیمیر پوتین امریکا را به نقض پیمان چندین ساله منع گسترش سلاح‌های اتمی گناهکار کرد. قربانی بحث دو مادر و یا مناقشه اویلوی بر سر فرزند امید خردسال میخواهد که دادگاه به حرفش گوش بدهد و حق انتخاب را از اون نگیرد. مرا مجبوری گرفتن بردنی من نمیبورم واقعا برمیگرسم با بجیامی آجامی ها. و اکنون تفسیر خبرها. در بازارهای تاجیکستان نرخ ارد بلند رفت. ساکنان میگویند تا چند فایز زیاد شدن قیمت یک خلط ارد به بودجه تهی آنها اثر کرده است. محصولات نانی یکی از خوراک‌های اساسی مردم در این کشور است. از این خاطر همه گونه تغییرات در نرخ ارد به دسترخوان آنها تاثیر میگذارد. سروناز روح الله و شهلای عبدالله کوشش کردند سبب‌های بلند رفتن نرخ را معین کنند و هم نظر ساکنان را در این باره پرسیدند. نرخ ارد در بازار مقدس احمدووا را که به این هم در خرید آن دشواری میکشد خیلی ناراحت کرده است. 30 سومون میگیریم روزانه کار 10 سومون شده تاکسی میتیم 20 سومونش میمونه و یا نمیدونی پلی کوارتیرتی جمع کنی ارد خری پروداکت گیری هیچ صرفرو نمیره. یعنی چه ارد صرف میکنیم خیلی با تو قورد نیسته که روغن مثل کارتوشکا سبزی پیاز. معاش مقدس حتی برای خرید ارد از یارمارکه‌های فروش محصولات خوراکی که از نرخ داخلی بازار فرق دارد نمیرسد. یارمارکه خیلی نسبت به طرف جاش ارزون ترک نیکی به هر حال قیمت ایوخی. این مسئله ده سو شرایط وضعی بده بخدو مسئله ارد. یک ماه به این سو قیمت یک خلط ارد 50 کیلویی نوع اولی در بازارهای تاجیکستان بیش از 15% بالا رفته است. این در حالی است که یک ماه پیش یک خلط ارد در دوشنبه از 135 تا 150 سومونی بود. حالا نرخ یک خلط ارد از 160 تا 180 سومونی است. یک باره قیمت شده رفت 150 سوم باشد، این 30 سومی هم 60 سومون، این 60 سومون با یک چیز دیگر میگیری، یک روغن میگیری. مثال تاجیکستان سالانه به 2 میلیون تن محصولات غله‌دانه نیاز دارد. حدود 1 میلیونش از حساب تولیدات داخلی به دست می آید. باقی احتیاجات خود را از حساب واردات تامین می کند که تقریباً 85% از قزاقستان بوده است. تاجران تاجیک میگویند مجبورند برای نگاه داشتن تجارتشان نرخ را بالا برند. رحبلی قیمتش دیگه سروجی قیمتش دیگه بعد در تاجیکستان حاصل کم دیگه حساب گندم. آژانسی ذخیره‌های مادی نزد حکومت تاجیکستان برای جلوگیری از افزایش نرخ ارد مداخله مالی در بازار را به راه مانده است. این آژانسی یک خلط ارد را 15 سومونی ارزانتر از داخل بازار با بهای 150 سومونی می‌فروشد. نان و محصولات دیگری اردی از مواد پر استعمال اهالی تاجیکستان است. موافق حساب‌های آژانسی آمار، یک ساکن میان سالی دارای قابلیت کاری در تاجیکستان در یک سال 150 کیلو نان استعمال می‌کند. رو میاریم به موضوع دیگر. عبدالکننده دولتی برای باباجان شیرینزاده از دادگاه شهر دوشنبه 20 سال زندان را طلب کرده است. این مرد 33 ساله با آن متهم می شود که همسر سابقش را تابستان امسال با ضرب 13 کرد به قتل رساند. پیوندان مایره یتیم و کشته شده میگویند از جریان بررسی پرونده راضی‌اند و میخواهند قاتل موافق اعمالش جزا بگیرد. پرونده باباجان شیرینزاده از روی ماده کشتاری بی‌رحمانه تحقیق شده است و کدکس جنایی برای این جنایت از 15 تا 25 سال زندان و مصادره مال و ملک را پیش بینی میکند. انتظار می رود که حکم نهایی شیرینزاده 29 اکتبر اعلان گردد. پرزیدنت روسیه به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره خارج شدن از پیمان منع گسترش موشک‌های اتمی میان پرواز واکنش نشان داد. ولادیمیر پوتین به این موضوع دیروز بعد ملاقاتش با نخست وزیر ایتالیا در مسکو داخل کرد. پرزیدنت روسیه امیدواری نمود که چنین اقدام در نهایت به جابجا کردن موشک‌های میان پرواز در اروپا نخواهد شد. ادامه این موضوع از عبدالله اشرف.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که خارج شدن آمریکا از پیمان چند ساله منع گسترش سلاح اتمی سبب رقابت تسلیحاتی می شود. ولادیمیر پوتین در این باره روز 24 اکتبر در یک نشست خبری مشترک با جوزپه ورده نخست وزیر ایتالیا صحبت کرد. ما پاسخ دادن می توانیم بسیار زود و با ثمر. سبب خارج شدن شریکان ما از پیمان چیست؟ و گفته آنها گویا ما این پیمان را رعایت نمی کنیم، ولی طور معلوم هیچ دلیل نمی آورند که ما چگونه پیمان را نقض می کنیم، ولی امریکا آن را از حالا نقض کرد. هفته پیشتر از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که آمریکا از پیمان منع گسترش موشک‌های اتمی میان پرواز خارج می شود چون روسیه این پیمان را رعایت نکرده است. پیمان مذکور در زمان جنگ سرد بین آمریکا و اتحاد شوروی امضا شد. بر اساس آن دو کشور صدها موشک میان پرواز اتمی را از بین بردند و حق ندارند که چنین موشک‌ها تولید کنند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک قرار دادگاه در تاجیکستان به بحث طولانی 2 ماه در نقطه گذاشت، اما سرنوشت کودک 9 ساله را ناروشن و او را در این بین حیران و گریان ماند. دادگاه حکم برآورد که امید خردسال را از آغوش مادری که او را به وای رساند جدا کنند و به تربیت مادری بیولوژیش سپارند، اما این دخترک میخواهد با مادری بماند که از 30 روزگی همراهش است. به گریه و حرف دل این دخترک زرنگیزی نوروشوف و امرالدین اولیموف گوش دادند. امیده لحظه های آخرین را با زنی میگذراند که تا این وقت مادر میشناخت. دادگاه امیده را به مادر برگرداند که او را زاده است. زوده گفتم من نمیرم قدیجان، مرا مجبوری گرفتن بردنیه. من نمیفورم واقعا برمیگرسم با بجیامی آجامیام. امیده را در 30 روزگی والدانش بدون یگان سند و مدرک به عمک بفرزندش دادند. در 2.5 سالگی امیده پدر و مادری که او را فرزند خواند کردند جدا شدند و امیده با مادر خواند ماند. یگان چی یاردن میکردم میدیدن خیلی کودکا میرفتم 3 ماه بعد میدیدم اومدن. ماجرای دادگاهی زمان 8 سالگی او سر زد. اومد بعد دیداربینی فرزندش مقصود شمسیه بعد کودکچه گفت که من نمیخوام به اوچه روم، اوچم روم میرم گفت خطیتون. بعد مقصود شمسیه گفت من چیکار است؟ کودک کش دست که دست دریاب گریه کرد زمین غلطی کودک همان قطی دودرش بختیار اومدن، مقصود حلیم شوهرش اومدن در غلانه رفتار کردن، دست مزدن برو واره اینا دست من که دست سود مراجعه نکردم، دست سود اکسپرتیزم ندادم. شبستان حالا همراه با برادرش در ناحیه باختر زندگی میکند و میگوید شرایط نگاه و بین تربیت فرزند را دارد. اینا من کلینت بازم همش پشت من خوریزوری همین کودک کلان کردم یگان که من یاردم دادگی نیستن 9 سالشی بوده. بعد عصبویم زنه که من خودم آروم کردم. مادر بیولوژی کودک میگوید از نگاه و بین امیده راضی نیست. کلی انوری طلبا بود گفتم بته 2 روز برام کودک ما در خونم بنی کنم بیارمش برای خونم قطیم جمع کرد زدکم بعد هم دست دادم. رغبت دلبستگی خود را معین کند که به تاکید حقوق شناسان امیده قربانی داد و گرفت لفظی شده است. شیوه غیر قانونی فرزندخوانی به کودک تأثیری بد دارد. با وجود این دادگاه به قول آنها باید خواهش کودک را نیز به نظر می گرفت. کودک دلبستگی زیاد به مادری که گرچند که مادر بیولوژی نباشد و اون زنی که او را به فرزندی قبول کرده است و 9 سال در تامین و تربیتش قرار داده است. امیده از ترس آنکه او را اجباراً از مادرش جدا میکنند چند دست به مکتب نمی رود. مکتب که مرا میبرن مکتب استقلال رو ودنم بردنم پیش مقصود قاسم گفتن که اوچه نوک طبیعتی اوچه نوک بس کودک من گذار بدم بعد چی کرد گفت در پدر اوچه نالا بیشو گیره کردم برای اوچه گفت در پدر اوچه نالا که قچی ما نمیستی روز آخرین اجرای حکم دادگاه است. اگر شبستان امیده را مستقلانه ندهد دخترش را اجباراً از او میگیرند. این حرف قانون است که هر لحظه چشم امیده را تر میکند. ما امید میبندیم که بعد دیدن این گزارش حرف امیده خردسال به گوش ها میرسد و برایش حق انتخاب زندگی با آن نفرانی را میدهند که به دلش نزدیک است.
من برنامه ادامه میدهم. در شهر دوشنبه امروز در دایره یک جشنواره بین‌المللی راههای رسیدن به صلح را بررسی نمودند. مبتکران این چوره‌بینی باوری دارند که چنین نشست‌ها برای دیگر کردن ذهن جوانها در امر ایجاد صلح و نزدیک شوی به همدیگر مساعدت میکند. برای یوسفی در همین باره میگوید. ширкатдорони ҷашнвораи сулҳ ҳамгироии минтақаӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳадафи ба ҳамояи намояндагони се кишвари тоҷикистон, афғонистон ва покистон дар душанберо расидан ба сулҳи воқеӣ дар минтақа унвон карданд. ба қавли онҳо хориҷ аз талоши сиёсатмадорон ҷиҳати расидан ба сулҳ қишри зиёӣ нақши муҳиме метавонад ифо кунад. ما میخواهیم بگیم به مردم پاکستان و افغانستان و تاجیکستان که مشکل مردم نیست، مشکل کلان بین المللی هست و این مشکل ما میتونیم با ذهنیت سازی، با فکر، با فرهنگ، با ایجاد رابطه های نیک از بین ببریم. در ҳамоиши ҷавонони се кишвар таҷрибаи сулҳсозии тоҷикон дар меҳвари суҳбатҳо буд ва таъкид шуд барои расидан ба сулҳ дар кишварҳои ноамни минтақа бояд зеҳни насли ҷавонро дигар кард. با کمک حل نزاع در منطقه تمام فعالای جامعه مدنی بخصوص قشر جوان و پر انرژی منطقه را گرد هم بیارد و از نیروی اینها به منفیت صلح و همگرایی استفاده درست بکنند. аммо таъкид шуд ки барои рафъи низоъ дар минтақа ва расидан ба сулҳ заҳматҳои зиёд бояд кашид ва ихтилофи назарҳо ва мамониятҳои бисёреро канор гузошт. برای خاتمه دادن به جنگ جامعه مدنی قوی لازم است که اندیشه خود را داشته باشد و بازیچه دست دیگر نیروهای نشود که منافع خود را دارند. فقط آن کشور می تواند وجود داشته باشد و پایدار ماند که جامعه مدنی قوی دارد. ҷашнвораи сулҳ ҳамгироии минтақаӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барои бори сеюм баргузор мешавад. қаблан дар покистон ва афғонистон доир шудааст. ин бор дар душанбе ҳамзамон бо баррасии мавзӯи эҷоди сулҳ ва ҳамгироии минтақаӣ намоиши эҷоди ҳунарҳои мардумӣ низ баргузор шуд. در این قسمت برنامه درباره جفته به شما قصه میکنیم که ویروسی ویچ را در جسم خود دارند و این بیماریشان را پنهان نمیکنند. آنها در بینای خراب در کنار خوجند به سر میبرند و اما به زندگی آیندهشان با امید مینگرند. گزارش معصومی محمد رجب و رستم جانی را با هم میبینیم. یک چند وقت به اینسو نیکلای 36 ساله و الکساندرای 28 ساله تلاش دارند زندگی دیگر بسازند، چون که تا این وقت آنچه بود چون خواب دهشت انگیز میخواهم فراموش کنند. در کوچه بزرگ شدیم، هر جا راست آمد خوابیدیم، چون این هم بود که هر جا کار میکردیم آنجا منزلمان میشد. این جفت قریب تقدیری همگون دارند. برادر بزرگ الکساندرا با او سازش نکرد و او از خانه فرار نمود. برادر نیکلای باشد خانه پدری را فروخته او را به سر پناه ماند. شکایت کردیم اما گوش نکردند. الکساندرا 7 ساله بود که به پنجه فولادین زندگی افتاد. تصور ناپذیر است که چگونه به تنهایی بزرگ شد. دشوار بود. گاه در اینجا، گاه در دوشنبه، هر خیل که خواستم زیستم. شراب می نوشیدم. هر دو بار اول شناسنامه می گیرند. بعد 8 سال شناسایی به قولشان رهایی از زندگی بیشعورانه می خواهند نکاحی رسمی کنند. مهم است که آنها یکدیگر را دستگیری میکنند و میفهمند. یک جا میگردند. لباس عروسی انتخاب کردند. به نظرم به نزدیکی تویشان را برپا میکنیم. 8 سال پیش در بدن نیکلای ویروسی نارسایی مسونتی بدن را کشف کردند. نفهمیده الکساندرا را هم آلوده کرد. قبل از الکساندرا با زنی میزیستم که از او یک دختر دارم. او با قول به من این میراث را گذاشت. حالا امید این دو به شفا بیشتر است. کمک های رایگان طبی را میگیرند و تلاش های امید بخش دارند. راهی نجات هست. با صبر باید بود و خود را باید به دست بگیرید. اگر خود را به دست نگیرید
به هدف نمی رسید. نیکلای و الکساندرا کودکی را که مثل آنها بیمار است میخواهند به فرزندی بگیرند. برای رسیدن به این مقصد دهها مرحله های سنجشی را باید طی کنند که به چنین مسئولیت آماده شوند. از بس که خواهش دیگر شدن در دل هر دوی آنها جوش میزند، اطرافیان حدس میزنند نایل خواهند شد. خوب زندگی کنیم، پول برق و آب را پردازیم، به خانه رویم که اونجا آش باشد. این آرزوی بزرگی ماست. و با امید خبر خوب در تلاش رسیدن به بهترین آرزو برنامه امروز خبر رو به پایان میرسونیم. با سپاس به همه اونایی که در این 15 دقیقه ما را همراهی میکنن. شما را فردا صبح با خبرهای تازه منتظر میشویم. نخست نوید بامدادی تقدیم شما میگردد که تازه ترین خبرها را در بر میگیرد. تا برنامه فردا خدا نگهدار هر یک شما باشد و به وبسایت رادیو آزادی نیز داخل شوید.